مهم نیست زندگیت اونطوری که میخواهی نیست. مهم نیست آدم‌های اطرافت این گونه هستن. مهم نیست اگر از خودت خیلی راضی نیستی. فقط این مهم است که تو همان آدم دیروزه نباشی. فقط 1%، 1% بهتر از دیروزه باشی کافی است. یعنی امروز یک آدم دیگری هستی. فقط 1% کمتر به افکار منفیت فکر کن. فقط 1% بیشتر بخند. فقط 1% بیشتر شاد باش. فقط 1%، 1% آرامتر باش. فقط 1% بیشتر به رویاهایت فکر کن. اگر میخواهی عوض شوی نیاز نیست که حتما یک شب دیگرگون شوی. از قانونی 1% شروع کن. هیچ چیزی در این جهان گرانتر از انرژی شما نیست. برای چیزهای کوچک آن را صرف نکنید، معامله نکنید.